با سلام به شما فارسی زبانان عزیز. در این برنامه شما را با یکی از برترین آهنگسازان جهان و افغانستان آشنا خواهیم کرد. عمر اکرم اولین افغان و فارسی زبانی است که موفق به دریافت معتبرترین جایزه موسیقی جهان که گرمی نام دارد شده است. با سابسکرایب کردن کانال ذره‌بین در یوتیوب از جدیدترین ویدیوهای ما مطلع شوید. همچنین شما می توانید در کامنت هایتان در مورد شخصیت معروف بعدی پیشنهاد دهید. کامنتی که بیشترین لایک را بگیرد و یا شخصی که بیشترین پیشنهاد را داشته باشد موضوع بعدی ما خواهد بود. عمر اکرم آهنگساز و نوازنده افغان تبار و اهل آمریکا است. پدر وی یک دیپلمات افغان در سازمان ملل متحد بود. عمر متولد شهر نیویورک در کشور ایالات متحده آمریکا است. پیانو را زمانی که خانواده‌اش در پراگ در جمهوری چک ساکن بودند از سن 6 سالگی شروع کرد. او از همان کودکی و در حین آموزش با آثار بزرگان موسیقی دنیا و تاریخ نظیر باخ، بتهوون، موزارت، چایکوفسکی آشنا شد. مسافرت عمر با خانواده به کوبا صفحه دیگری از جهان موسیقی را بر روی او گشود. عمر اکرم 14 ساله بود که اولین اثر هنری خود را آغاز کرد. اولین آلبوم عمر اکرم با نام اوپال فایر در سال 2002 از طرف شرکت معروف آمریکایی به نام ریل میوزیک به بازار عرضه شد که مورد توجه زیاد شنونده ها قرار گرفت. این آلبوم در آن سال در میان موسیقی آمریکا مقام 7 را کسب کرد. این آهنگساز مشهور در 55مین مراسم اهدای جوایز گرمی در لس آنجلس آمریکا جایزه بهترین آلبوم نسل جدید را برای آلبوم پژواک‌های عشق دریافت کرد. او نخستین آهنگساز افغان و فارسی زبان است که برنده جایزه گرمی در آمریکا شده است. جایزه گرمی از معتبرترین جایزه‌های صنعت موسیقی جهان به شمار می‌رود. آلبوم‌های عمر اکرم بیشتر در کشورهای غربی شهرت دارند و افغان‌ها و فارسی زبان‌ها با نام و آثار او چندان آشنا نیستند. اما چنان که خود او می‌گوید در سال‌های اخیر تعداد افغان‌هایی که در کنسرت‌های او شرکت می‌کنند افزایش یافته است. به گفته او با شماری از اهالی موسیقی افغانستان که در غرب زندگی می‌کنند رابطه هایی دارد اما هیچ وقت کار مشترکی با آنها نداشته است. نوازندگان و تهیه کنندگانی که با موسیقی عمر اکرم سر و کار دارند این گونه میگویند که موسیقی او ریشه در اصالت شرقی دارد. عمر اکرم اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کند. او این گونه میگوید که این کشور فرصت‌های زیادی را در اختیار همه قرار می‌دهد اما به گفته وی موفقیت فقط از آن کسی است که تلاش می‌کند. همچنین لینک برخی از آثار عمر اکرم در قسمت توضیحات این برنامه آمده است که شما می‌توانید از گوش دادن به موسیقی شگفت‌انگیز عمر اکرم لذت ببرید. با تشکر که تا آخر این برنامه ما را همراهی کردید. اگر از این برنامه راضی بودید لطفاً با لایک و کامنت و شیر کردن آن به دوستانتان از ما حمایت کنید.